دیگر گفته است که بعضی ملاها هستند که برای دعا خواندن و یا تومار و تشتاب دادن کسلی ها میگوید که اول به این مقدار سم یا یگان چیز بیار. آیا دعا و تومار تشتاب این شخص ها فایده دارد یا نه؟ بعدا در حق ما دعا کنید. خب این سخن البته که ما هم میشنیم نه که باورم نمیآید که این خیلی آدم باشد، ندیدم در یگان جای این نوشتگی هم باشه میگه همین خیلی هستن، میگه ایتا یگان حجتی نیست که فلان در فلان جا باشد، همین خیلی یگان کس حجت نداره. اگر به شرطی که دعا خواندن البته که جایز است، اما دعا خواندن دعاهای معصوره باشد، موافق حدیث پیغمبر باشد که رسول الله در بسیار دعاها خواندگی هستند، دیگر از قرآن باشد. اما بغیر قرآن و دعاهای معصوره حدیثی دیگر چیزها را خواندنشون البته که این چی هست که غیر سنت هستند، بدعت هستند. یا اینکه در زمان پیغمبر رسول اکرم معوذتین سوره قل اعوذ برب قل اعوذ برب ناس قل هو الله را میخوندن، در کف مبارک شوف میکردن، به همه اعضای بدنشون را میمالیدن. یعنی پیش از خواب کردن همین را عادت کنین. خوب از همون روزه هر چی قدر سوق چشم باشد وهم باشد چیزی که در وجود انسان است همون نابود می شود. یعنی در کف دست مشت میکنی، قل اعوذ برب قل اعوذ برب ناس قل هو الله احد میخونی، آیت الکرسی را بدانی اگر میخونی، همون را در کف دست شوف میکنی، به تمام بدنت مس میکشی. همون روز هر چیز زیان زحمتی باشه از بدن شما دور میشه. رسول اکرم را کردن. دعا خواندن به بیماری ها البته جایز است، صحیح است، اما دارو و طبابت کردنش هم جایز است. در مسئله تومار حدیثی هست که این رقا و تمایم و تولت شرکن دعاخانی یا تومار شیر گفته است. اون دعاهایی هست که نه از قرآن است نه از حدیث، یک سخنهای کیم چخل که همون دعاخون خودش معنای او را نمیدونه. بعضیش هست که افسون مور غندل کتابچه هست، او نه تاجیکی نه عربیه نه روسیه نمیفهمش که در چی ملت باشه. و یا اینکه تومار همون توماری که تومار نه همون تعویضاتی که می نویسن اگر از آیت قرآن باشد یا از مثلا که حدیث پیغمبر باشد مثل اعوذ بکلمات الله التامات که لا من شر ما خلق، همین خیلی ها باشد در گردنش کنه، این جای گناه نیست. اگر چنده که مثلا بعضی ها بدعت شماریدن، اما برای منعش وقتی که حدیث نیست برای منعش او را آویختنش جایز است، هیچ گپی نداره، با شرطی که از آیه های قرآن باشد، از حدیث های معصوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، جایز است. اما نرخ ماندن یو حرام است، چون که قرآن نرخ ندارد. قرآن 1400 سال شد او را نه فروخته میشد نه خریده میشد، چون که قرآن نرخ ندارد. یک الف از زمین و آسمان، هر چیزی که در زمین و آسمان 18,000 عالم است با یک الف برابر نمیشد، چون که سخن خدا هست. فروختن خریدن فقط مقاوم، نرخ کاغذ، نرخ رنگ همون را نرخ مانده میفروشن میشد، اما خود